سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره زندگی نامی ادن هازارد، یکی از فوتبالیست‌های مشهور کشور بلژیک رو براتون بگم. قبل از هر چیزی خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و لایک و کامنت هم فراموش نشه. بریم که داشته باشیم. 2000 years later. ادن آزار یا به فرانسوی ادن هازارد در سال 2018 که ادن هازارد در اوج آمادگی در چلسی و لیگ برتر به سر می‌برد و زمانی که فوتبال زیر سلطه دوگانه مسی و رونالدو بود، همیشه از شماره 10 ریزنقش بلژیکی به عنوان جانشین رونالدو و مسی صحبت می‌شد. اما هازارد با یه انتقال اشتباه و یه انتقال تاریک به رئال مادرید اون هازارد قبلی نشد. مصدومیت‌های پی در پی هیچ وقت اون هازارد قبلی نشد و حتی نزدیک به اون هم نشد، تا جایی که اون مجبور شد در سال 2023 خیلی زود از دنیای فوتبال در سن 34 سالگی خداحافظی کنه و خیلی زود هازارد فوتبالش تموم شد. دوران کودکی ادن در سال 1991 در لالویر که در شهرستان سوینیه در استان انو در منطقه فدرال والوون در کشور بلژیک واقع شده به دنیا آمده است. نام مادر ادن کارینه و نام پدر او تیری هازارد. ادن به عنوان اولین فرزند خانواده محسوب می شود. ادن خواهری ندارد ولی 3 برادر به نامهای تورگان، کیلیان و اتان دارد. ادن از همان کودکی به خوبی مسئولیت برادرانش را به عهده گرفت و جالب این که ادن، تورگان و کیلیان به دلیل نزدیکی سنی تمام وقت خود را با هم بودند. علاقه مشترکی پیدا کرده بودند. هر سه هم طرفدار پراپا قرص زینالدین زیدان بودند و با پدر و مادر خود اصرار کرده بودند که پیران شماره 10 فرانسه 98 را برایشان خریداری کنند. همین تصویری که در ویدیو میبینید عکس 3 برادر ادن هازارد با پیراهن زینالدین زیدان شماره 10 در جام جهانی 98 فرانسه است. دوران حضور هازارد در چلسی در 4 ژوئن 2012 بود که باشگاه چلسی در وبسایت خود خبری مبنی بر قبول شرایط لیگ فرانسه برای انتقال آزار منتشر کرد. بعد از گذراندن توافقات با آزار و انجام معاینات پزشکی، آزار با مبلغ حدود 32 میلیون پوند به قهرمان اروپا یعنی چلسی پیوست. هازارد در همون اولین بازیش برای چلسی در دیدار دوستانه گلزنی کرد و در مسابقه اولش در لیگ برتر هم مقابل ویگان 2 تا پاس گل به نام خود ثبت کرد. اما در فصل 2016-17 یکی از بهترین فصل‌های هازارد با چلسی که با 27 هفته صدرنشینی و کسب 93 امتیاز قهرمان لیگ برتر انگلیس شد. ادن در این فصل در 40 مسابقه آمار 16 گل و 6 پاس گل رو به ثمر رسوند و بهترین گلزن تیمش هم شد. در فصل 2017-18 با 16 گل 7 پاس گل در 46 بازی بهترین گلزن تیمش چلسی شد، ولی از حضور در لیگ قهرمانان اروپا باز ماند. وی در فصل 2018-19 نیز بازی قابل توجهی به نمایش گذاشت و با 21 گل و 15 پاس گل در 50 بازی همچنین رتبه سوم با چلسی در لیگ برتر و قهرمانی در لیگ اروپا یکی از مهره‌های کلیدی چلسی و برترین بازیکن فصل در لیگ اروپا و لیگ برتر لقب گرفت. هازارد همچنین بهترین دریبلزن این فصل شد و بعد از آن لیونل مسی افسانه‌ای در رتبه دوم قرار گرفت. وی آمار 62% دریبل موفق را به جای گذاشت که واقعا فوق‌العاده است، در حالی که مسی فوق‌العاده و افسانه‌ای فقط 49% دریبل‌هاش موفق بود. همچنین از بهترین بازیکنان لیگ اروپا 2018-2019 بود. دوران تاریک ادن هازارد رئال مادرید دقیقاً در 7 ژوئن 2019 باشگاه رئال مادرید در وبگاه خود اعلام کرد که هازارد برای فصل بعدی یعنی فصل 2019-2020 با آنها قرارداد امضا خواهد کرد.
او قرارداد تا 30 ژوئن 2024 با مبلغ 100 میلیون یورو امضا کرد که اون از به دلیل هزینه اضافی به 146 میلیون یورو هم افزایش یابد. هازارد اولین گلش برای رئال مادرید در برابر گرانادا به ثمر رساند و در همان فصل اول یعنی فصل 2019-20 آمار 1 گل و 7 پاس گل که آمار بسیار ضعیفی برای هازارد بود رو از خود به جای گذاشت. او در اون فصل به دلیل مصدومیت‌های متعدد بازی بسیار زیادی رو برای تیم رئال مادرید از دست داد و عملکردی دور از انتظار داشت. اما انقدر این مصدومیت‌ها و فشار رسانه‌ها و همچنین عملکرد خیلی ضعیف هازارد مجبور شد که در سال 2023 جایی که هیچکس فکرش هم نمی‌کرد از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و اینگونه شد که ادن هازارد خیلی زود از فوتبال کنار گذاشته شد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ما رو در ادامه حمایت کنید.